بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب و احترام و تبریک گوشم بستگی عید قربان شما را دعا کنم که الله سبحانه و تعالی شما قربانی آوتی بارگاه قبول بکن. همانطور که تصویر آگندگاه یه مسجد، اما مسجد قدیمی روستای مشینگن که ما مروچی در مورخ 17/3404 آتکگن یه مسجد سرجته و مسجدی که پشت یه مسجد ما استارت جده به کمک شما خیرین عزیز. آیان شما را پیش دارن که کار به کجا رسته و شما مبلغی که ما جمع کده 236 میلیون تومان بوده. یه 236 میلیون ما 90 میلیون تومان استاد دستمزد داده و باقی آیی مساله و خرج بیده و اما طور که شما در جریانه ما یه روستای مشینگاه آب نبوده. حتی آبی که برای ساخت و ساز ما چه روستای مورتان انتقال داده یه روستایا با سختی تمام ما ایشی کار استارت جده که انشالله الله سبحانه و تعالی ما شما رو درست و توفیق بدن که بیاین دوباره دست تو دست هم دیگه بلن و یه مسجد تکمیل بکنه که انشالله آی مزد الله سبحانه و تعالی ما شما را در دنیا دانتن و چند برابر انشالله میشمی دستگیریته. و یه مسجدی که شما در تصویر مشاهده کنه همین مسجد نوکی که ما استارت جتا و مبلغ پولی که ما جمع کده 236 میلیون ها ما چدا آرته تا سخبا رسیده و می بودجه تمام بیده و ما رو دوباره نیاز به دستان پرمهر شما هستین تا ما بتوانیم این مسجد دوباره تکمیل بکنیم. یک موضوع دیگه ایشه که ما پیسری کلیپ توکا اولی کلیپ توکا که ما نشناخته که یه مسجد دیدیم شی کلا سازه ما عوض کو شی بونره پیسرگی ما خراب کو نزدیک 1 متری ما چیز کتا پس شی توکا تقریبا نزدیک 50 باری وارتا نیسانی ما آرتشی بارین داتا شیان خدمت شما عرض بکنم که یک خیری درات که الله آیا جزا خیر بدن چند بار آجر همه ما رو کمک کتا خارج از این پول مبلغ پولی که من گفت 236 میلیون ما جمع کتا که خارج از این پول تقریبا آی ما را 3 یا 4 بار آجر بنلا کمک کتا. و دیگه یک موضوع ایشن که شمار کارت و شمار شبایی که ما یر کنه فقط و فقط همین یکی شمار کارت به نام حسین آسکانی سک مراقبه به پیسر کلیپ که ما یر کتگه متاسفانه یکی خانمای شهرستانی همه کلیپ می برش داتگه و شمار کارت یر کتگه که انشالله الله آیه وقت نجات بدن تو باوشین انشالله الله هدایت میکنم. ولی ایش چیزا توجه بکنه که شمار کارت شمار شبا فقط به نام موته که ما کمکان جمع کنیم برای تکمیل یه مسجد روستای مشینک که شما خیرین عزیز و تی کمک ها فقط به همه شمار حساب و شمار کارت و شمار شبایان واریز بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.